بله اینه که ما خودمونم رسانه‌ای کردیم و صحت داره. در هر صورت ببین بحث متفاوتی بوده در این چند وقت، ولی اون چیزی که مسلم هست امیدواریم آقای اینفانتینیو به صحبت‌ها و قولایی که به تیم ملی ایران داده حتما این قولا و این در واقع این صحبت‌ها رو نقد قولا رو اجرا بکنه. قاعدتاً رسانه‌ها در این بخش خب بسیار موثرن. ما اگر بخش رسانه‌ایمون در تیم ملی نباشه، اولا همین ایشون که داریم باهاش صحبت می‌کنیم لطف بخش رسانه‌ای ما هست. اگر بخش رسانه‌ای نتونه همراه تیم ملی باشه، چه کسی باید وظایف ایشون رو انجام بده؟ تیم ملی ما انجام نشده، این به عهده چه کسیه؟ در واقع این مقررات به عهده میزبان هست. این پروتکل ها رو چه کسی اجرا نکردن و این اولین موضوعیه که من فکر میکنم قابل طرح هست. مقررات فیفا و پروتکل ها بایستی به خوبی توسط فدراسیون های عضو و میزبانان رعایت شد. に到着しました。メキシコ軍が警護を受けながら中へと入っていきます。 در صورت چندین دوره از جام جهانی رو ما تجربه کردیم و برای اولین بار است که شاهد این هماهنگی‌ها هستیم و با توجه به اینکه فیفا در واقع کار بزرگی رو در دنیا انجام میده، این مسابقات، برگزاری این رویدادها، این ایونت‌ها بسیار کار سختیه. امیدواریم که با تعامل هرچه بیشتری که با کشور میزبان انجام میده این موضوع رو هرچه سریعتر حل کنن تا آرامش به تیمایی که در جام جهانی حضور دارن برگرده. How do you feel in Mexico? How do you feel in Mexico? Happy. Very excited. تو سوال سیاسی نکنید دیگه فینیشه. بگید خیلی ممنون. من Our team manager is mentioning that this question is related to the political situation. ما اینجا داریم برای ورزش صحبت میکنیم، نه ایمدیم که کار سیاسی بکنیم. We are here to enjoy from this country. I want to make sure that the FIFA, if they've been promising to the federation that all of the staff they should get the visa, so they have to do it. So as a player, I just have this expectation in the few days that we have until the next game, actually our first game, so they can fix it, because we are as a team here, so we need all of our staff and especially our main guys that can help us through this tournament. All of the people in the world, they have to sacrifice in the life. So we are taking this as an opportunity and we are positive about this. So we are taking this opportunity and we have to step up to fight for
what we call love, and this love for us is football. That's it.